سلام. میخوام یه شعری رو بخونم از ادبیات معاصر، شعری به نام عقاب، سروده دکتر پرویز ناطل خانلری که وزیر فرهنگ ایران بود یه دوره زمان پهلوی. و این شعر عقاب طبق نظر خیلی از اهل فن به عنوان یکی از برجسته ترین آثار ادبیات کلاسیک فارسی تو قرن 20 شناخته میشه. دلیل اینکه این شعر رو انتخاب کردم برای خوندن نزدیک شدن به سالگرد ماجرای مهسا امینیه و یادآوری تمام اون چه که یک سال گذشته در ایران گذشت، به خصوص این که توی این شعر یک بازگویی سمبولیکی از قسمت تلخ این اتفاقات هست، از جوانها، نوجوانها، بچه هایی که کشته شدن توی این ماجرا. در خرافات فرهنگی ما، یعنی یک سری از این شایعاتی که حالا خیلی ساینتیفیک نبوده، یه باوری وجود داشته، اونم این بوده که کلاغ 300 سال عمر میکنه و عقاب فقط 40 سال. کلاغ سمبل کثیفی، سمبل آشغالخور بودن، سمبل تن دادن به هر حقارتی برای سیر شدنه و عقاب دقیقاً نقطه مقابلش. و توی این داستان عقابی در واقع این سوال براش پیش میاد که من با این همه جلال و جبروتم، با این همه شخصیتم، چرا عمر من انقدر کوتاهه و کلاغی که انقدر کثافتخوره عمرش 300 ساله. و یه روز بلند میشه و تا بره جواب این سوال رو پیدا کنه، میره این سوال رو از خود یک کلاغ میپرسه و اون کلاغ یا زاغ 2 تا دلیل رو بهش میگه که چرا عمر ما بلنده و عمر شما کوتاهه. و خیلی زیباست تصویرسازی این داستان، خیلی خیلی زیباست. حرفایی که بین کلاغ و زاغ رد و بدل میشه واقعا شنیدنی. توضیح چندانی هم نمیخواد، اگر جایی یکی 2 تا کلمه پیش اومد حالا من اون کلمه رو توضیح میدم، ولی به طور کلی شعر خیلی، چون شعر معاصره، خیلی روون و خیلی با فارسی امروزی ما سروده شده. در ضمن فکر میکنم این شعر با خوانش و صدای خود شاعر هم توی یوتیوب هست اگه سرچ بکنید. خب شروع کنیم. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. شباب یعنی جوانی. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، دارویی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبکسیر سوار. گله کآهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پرولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نه کاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روز به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بداندام و پلشت. سنگها از کف طفلان خورده، جان ز 100 گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آکنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت کای دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بگشایی، بکنم آنچه تو میفرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده بود فرمان چیست، جان به راه تو سپارم جان چیست. دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم.
این همه گفت ولی با دل خویش گفتگویی دگر آورد به پیش، کاین ستمکار قوی پنجه کنون از نیاز است چنین خوار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود زو حساب من و دل پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد حزم را باید از دست نداد. حزم با ه جیمی و زی بهروز یعنی دوراندیشی، حازم یعنی آدم دوراندیش. و اینجا زاغه مقدار چاپلوسی عقاب رو که میکنه، بعد تو ذهن خودش میگه که خب نه این یه لحظه عصبانی بشه، هر کاری ممکنه بکنه و میگه که دوستی را چون نباشد بنیاد حزم را باید از دست نداد. در دل خویش چو این رای گزید پر زد و دور ترک جای گزید. زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابی است بر آب. راست است این که مرا تیز پر است لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه عمرم از چیست بدین حد کوتاه. تو و این قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر دراز. پدرم از پدر خویش شنید که یکی زاغ سیه روی پلید با 200 حیله به هنگام شکار 100 ره از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت تا به منزلگه مقصود شتاف. لیک هنگام دم بازپسین چون تو بر شاخ شدی جایگزین. از سر حسرت با من فرمود کاین همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است یک گل از 100 گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز راز اینجاست تو بگشا این راز. زاغ گفت ار تو در این تدبیری عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گر که پذیرد کم و کاست دیگری را چه گنه کاین ز شماست. ز آسمان هیچ نیایید فرود آخر از این همه پرواز چه سود. پدر من که پس از 300 و اند کان اندرز بود و دانش و پند. بارها گفت که بر چرخ اسیر بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزند تن و جان را نرساند گزند. هرچه از خاک شوی بالاتر باد را بیش زیان است و ضرر. تا بدانجا که بر اوج افلاک آیت مرگ بود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافتیم کز بلندی رخ برتافتیم. زاغ را میل کند دل به نشیب عمر بسیارش از آن گشته نصیب. دیگر این خاصیت مردار است عمر مردار خوران بسیار است. گند و مردار بهین درمان است چاره رنج تو زان آسان است. خیز و زین بیش ره چرخ مپوی طعمه خویش بر افلاک مجوی. ناودان جایگهی سخت نکوست به از آن کنج حیات و لب جوست. من که بس نکته نیکو دانم ره هر برزن و هر کو دانم. آشیان در پس باغی دارم و اندر آن گوشه سراغی دارم. خوان گسترده الوانی هست خوردنی های فراوانی هست. آنچه آن زاغ چنین داد سراغ گندزاری بود اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تا ره دور معدن پشه مقام زنبور. آن دو همراه رسیدند از راه زاغ بر طعمه خود کرد نگاه. گفت خوانی که چنین الوان است لایق محضر این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم خجل از ماحضر خویش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند
تا بیاموزد از او مهمان پند. عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمانبر خویش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک طاق ظفر. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده در این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از وحشت و بیزاری ریش، گیج شد بست دمی دیده خویش. یادش آمد که بر آن اوج سپهر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بگشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. هرچه بود از همه سو خواری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال بر هم زد و برجست از جا، گفت ای دوست ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه‌ای چند بر این لوح کبود، نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود.